شخصی که در آخر زمان می آید و کعبه را نابود می کند کیست؟ ذو السویقتین به معنای خردپا، شخصی که با سرکردگی یک لشکر در آخر زمان می آید و کعبه را نابود می کند و یکی از نشانه های بزرگ قیامت هست و می گویند بعد از تمام نشانه های قیامت و بعد از ختم شدن حج و رفع آیات الله می آید. این دقیقا همان خبری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان نموده است. مرد سیاه پوست پاهایش گشاده و کج است و از طرف پیشانه اش مو ندارد و روی او شکافته است و از قوم حبشه می باشد. با یک لشکری 30 نفره می آید و سنگهای کعبه را دانه دانه می کنند و زینتهای کعبه را می گیرند و کنز کعبه را خارج می کنند. آن هنگام آخرین بار است که کعبه نابود می شود و دوباره تعمیر نمی گردد و در زمان آمدنش اختلافی است. بعضها گفتند در آن وقت می آید که آخر زمان هیچ کس بر روی زمین نماند که بگوید الله اکبر، خیلی مدتی کم قبل از قیامت. و بعضها گفتند بعد از ظهور امام مهدی و نزول عیسی علیه السلام می آید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید تا معلومات بیشتر حاصل نمایید.